7 سال پیش بعد از یه سفر 16 ساعته رسیدم فرودگاه برلین. سوار تاکسی که شدم، خانم راننده تاکسی گفتش که چقدر چمدون داری؟ 4 تا چمدون با خودت آوردی؟ خواستم بهش بگم خبر نداری که تمام زندگیمو تو این 4 تا چمدون جمع کردم و اومدم که برای سومین بار زندگیمو توی کشور جدید شروع کنم. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که همگی خوب و خوش باشید. در ادامه این 2 تا ویدیوی کانال که در یکیش در مورد تجربه زندگی در سوئیس و دیگری در مورد خوب و بد زندگی تو آمریکا باهاتون صحبت کردم، گفتم که امروز یه خورده در مورد تجربه 7 سال گذشته زندگی در آلمان صحبت کنم. اولین تجربه خوب من از آلمان در واقع قبل از اومدن به آلمان و شروع زندگی در اینجا اتفاق افتاد. اونم زمانی بود که رفتم سفارت آلمان در سان فرانسیسکو و فقط با نشون دادن قرارداد کارم و مدارک تحصیلیم بدون هیچ حرف و حدیثی تونستم ویزای کار بلو کارت رو بگیرم. حالا شما ممکنه بگید که خب قرارداد کاری داشتی دیگه، چه حرف و حدیثی ممکن بود وجود داشته باشه؟ اگه قوانین آلمان در این زمینه رو با قوانین بعضی کشورهای دیگه براتون مقایسه کنم متوجه دلیلش میشید. به عنوان مثال در سوئیس من میدونم که وقتی شرکت‌ها می‌خواستن یه دونه غیر سوئیسی و غیر اروپایی رو استخدام کنن، برای مدت خیلی مشخصی باید اون آگهی کار رو میذاشتن و ثابت می‌کردن که هیچ سوئیسی و هیچ اروپایی نبود که مهارت‌های لازم برای اون کار رو داشته باشه. برای همین لازم شد که مثلا من زهرای غیر سوئیسی رو استخدام کنم. غیر از اون تعداد ویزاهای کاری که هر سال دولت سوئیس صادر میکنه محدود هستن و شما اگه از اون محدودیت رد بشین دیگه ویزای کار بهتون تعلق نمیگیره. از اون بیاین آمریکا رو نگاه کنیم. زمانی که من میخواستم آمریکا برم، خب قرارداد کاری در آمریکا داشتم و همه مدارک دیگه هم بود. منتها معمول ترین ویزای کاری برای ورود به آمریکا ویزایی است به اسم H1B که پروسه گرفتنش کاملا لاتاری هستش. یعنی میان از بین تمام کسایی که درخواست دادن با داشتن قرارداد کاری به صورت کاملا اتفاقی و رندوم یه در رو اسمشون رو میکشن بیرون و تعداد زیادی از کسایی که درخواست دادن هر سال اون ویزا براشون رد میشه و نمیتونن اون ویزا رو بگیرن. یه مثال دیگه کشور انگلیس، اونجا هم داشتن قرارداد کاری به تنهایی کافی نیست و شرکت باید بیاد اسپانسر ویزای شما بشه. در برابر تمام این کشورها وقتی من می‌خواستم بیام آلمان، شرکت لازم نبود هیچ کار اضافه بکنه غیر از اینکه قرارداد کاری من رو بده. بقیه کارا من خودم خیلی راحت و سریع تونستم که انجام بدم. حالا که صحبت از قوانین ویزای کار آلمان کردم، بهتون بگم که یکی از جذابیت‌های زندگی در آلمان برای مهاجرین قوانین جدید مهاجرتی هستن که در آلمان وضع شدن و اجرا میشن. یه مورد فقط از این قوانین رو بهتون بگم، اونم اینه که شما اگه بیاین آلمان رو کار کنی، بعد از 3 سال به شرط داشتن مدرک زبان میتونید پاسپورت بگیرید و این 3 سال مستقل هم از اقامت دائمتون هست و تا اونجایی که من میدونم این سریعترین پروسه گرفتن شهروندی و پاسپورت یک کشور در کل دنیا هست. حالا شما اگر از کشور دیگه خبر دارید که سریعتر میشه در اونجا پاسپورت شهروندی گرفت، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. یکی دیگه از خوبی‌های زندگی در آلمان، البته باید بگم زندگی در برلین برای من اینه که این شهر خیلی خیلی جالبه. همونطوری که میدونید تاریخ جالبی داره این شهر و همیشه هم کلی ایونت در شهر داره اتفاق میفته. اگر حالا اهل موسیقی و کلاب رفتن هم باشید که کلاب‌های برلین خیلی معروف هستن و همونطور که گفتم هر ویکندی، هر آخر هفته یه اتفاقی داره تو برلین میفته. خلاصه همیشه یه کاری هست که شما تو این شهر انجام بدید و هیچ وقت حوصله‌تون سر نمیره. از بدیام اگه بخوام بگم، شاید یکی از آزاردهنده ترین جنبه‌های زندگی در آلمان کارهای اداری هستن که خیلی زیادن و خیلی کند و به سختی هم پیش میرن. به عنوان یه مثال خیلی ساده بخوام بهتون بگم، من وقتی می‌خواستم برای امتحان شهروندی ثبت نام کنم، یه سری مؤسساتی هستن که این امتحان رو برگزار می‌کنن و اینو شما اگه در سایتشون برید براتون می‌نویسن که امتحان‌های بعدی در چه تاریخ‌هایی هستن و کدوم قسمت شهر می‌تونید برید این امتحان رو بدید. منتها تو خود همون سایت امکان اینکه شما ثبت نام کنید وجود نداره. چیکار باید بکنید؟ باید اینکه حضوری برید اون مؤسسه از این مؤسسات و اونجا بگید که من مثلا برای فلان تاریخ می‌خوام ثبت نام کنم و اونجا تو اون مؤسسه حضوری شما رو ثبت نام میکنن. و خب یه جورایی خنده‌داره دیگه که تو سال 2024 تو یکی از قدرتمندترین اقتصادهای اروپا خیلی از این کارها که خیلی راحت‌تر میشد انجامشون داد هنوز با کاغذ انجام میشه و همین پروسه ها رو خیلی کندتر میکنه و خیلی اتلاف رو بالا میبره. یه مزیت دیگه زندگی تو آلمان بالانس خیلی خوبی هست که بین کار و بقیه زندگی وجود داره و در فرهنگ نهادینه شده. کلا تو خیلی از کشورهای اروپایی شما اگه برید میبینید که مردم اهمیت خیلی زیادی قائلن روی مرخصی گرفتن،
روی سفر رفتن روی اینکه آخر هفته تمام وقتشون مال خودشون باشه. الان خصوص اگه بیاین اینو با کشورهای مثل آمریکا و کانادا مقایسه کنید. تو برلین به عنوان مثال اکثر شرکت‌ها به کارمنداشون 30 روز در سال مرخصی میدن. حالا این اگه مقایسه کنید با کانادا و آمریکا مثلا می‌بینید در بهترین حالت اونجاها بین 10 تا 12 روز در سال کارمندا مرخصی دارن. یه اثر جانبی این فرهنگ که شاید همیشه خیلی جالب و جذاب نباشه اینه که مردم خیلی برای پول اهمیت قائل نیستن. خیلی دنبال این نیستن که درآمدشون رو زیاد کنن، پول بیشتری در بیارن. حالا شما ممکنه بگید که خب چه مشکلی داره، کجاش ممکنه بد باشه؟ دو تا مثال براتون میذارم. اولش اینه که یکی از دوستای من داشت دنبال کار میگشت، بعد یه پیشنهاد کاری گرفته بود از یه شرکتی و معتقد بود که اون حقوقی که اینا پیشنهاد دادن مقدار خوبی نیست، باید بالاتر باشه. باشون صحبت که کرده بود گفته بودن آره مثلا حقوق خیلی بالا نیستا، ولی در عوضش شما ساعت کاری در هفته فقط 35 ساعته. من دوستم میگفت که خب در این مرحله از زندگی من ترجیح میدم که همون 40 ساعت رو کار بکنم به جای 35 ساعت و حقوقم بالاتر باشه. من در یه مرحله هستم که میخوام از نظر مالی پیشرفت کنم، ولی خب این فرهنگ خیلی اینجا وجود نداره. یه مثال دیگه هم که براتون میخوام بگم اینه که من چندی پیش داشتم درخواست ویزای ویزیت انگلیس میدادم. خب میگفتن حالا مثلا شما یه مقدار پول بدین ویزای استاندارد بهتون میدیم که مثلا 2 هفته 3 هفته طول میشه بررسیش، ولی اگه عجله داشته باشید میتونید مقدار بیشتری پول بدید و ما 5 روزه این رو برای شما بررسی میکنیم. من برای کار میرفتم، عجله‌ای هم باید ویزا رو میگرفتم که به جلساتمون برسم و خب این آپشن خیلی خوبی بود برای من که بتونم پول بیشتری بدم که شرکت خب این پول رو به من برمیگردون، ولی در قبالش به اون جلسات مهم بتونم برسم. تو آلمان معمولا همچین گزینه‌ای، همچین آپشنایی برای شما وجود نداره و خب این یه فرقی هست که شما همیشه بین کشورهای سوسیالیستی و کشورهایی که مقدار سیستمشون بیشتر کاپیتالیستی هستن خواهید. مورد بعدی که نمیدونم بگم سختیه یا خوبی زندگی در آلمانه بحث زبانه. خب سختی از این جهت که برای من و شما که زبان مادرمون فارسی هست ما احتمالاً رفتیم انگلیسی هم یاد گرفتیم و حالا برای زندگی در آلمان باید یه زبان سومی هم یاد بگیریم و خب این یه زحمت اضافه است. از این طرف چرا گفتم خوبیه؟ به خاطر اینکه برای خود من تجربه یاد گرفتن آلمانی تجربه شیرینی شد. من وقتی اومدم آلمان خیلی رفتم سریع و به صورت فشرده سعی کردم آلمانی یاد بگیرم و همین باعث شد که مثلا تو مدرسه که میرفتم، تو کلاس که میرفتم، فیدبک خیلی خوبی از معلمام میگرفتم. همیشه میگفتن آفرین باریکلا، چه خوب داری آلمانی صحبت میکنی، چه خوب آلمانی بلدی. و این گفتم یه تجربه شیرینی شد، یه حس موفقیت و اکامپلیشمنت، دستاوردی به من میداد. و همیشه فکر میکنم که اگه توی کشور انگلیسی زبان صحبت میکردم هیچ وقت امکانش برای من وجود نداشت، هیچ وقت انگیزه اینو نداشتم که برم یه زبان سومی رو هم یاد بگیرم. بچه‌ها میخواستم در مورد آب و هوا، سیستم درمانی و بچه داشتن تو آلمان هم یه خورده باهاتون صحبت کنم، ولی حس میکنم که ویدیو داره طولانی میشه. اگه دوست دارید که در مورد اون مباحث هم یه مقدار بدونید تو کامنت ها بنویسید که ویدیوی ادامه این ویدیو رو براتون درست کنم. اول ویدیو اشاره کردم به 2 تا ویدیوهای دیگه در مورد تلخی و شیرینی زندگی در سوئیس و زندگی در آمریکا. لینک اون 2 تا ویدیو رو هم الان روی صفحه می‌بینید که اگه دوست داشتید بتونید اونها رو هم تماشا کنید. خوش، سلامت و موفق باشید تا ویدیوی بعدی.